ای 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 همیشه بخند و سر و ببر از دلا ای 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 دوباره بلند شو امیدو ببر از کجا با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از گویا از شب شب غم تا سحر ما جانمون از فردا ای 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 هر پنجشنبه با ما پیک شادی. بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، سلام بر شما. آخرین پیک شادی رو در سال 1401 با آرزوی سلامتی و سرفرازی برای همه مردم ایران و با درود به همه قیام آفرینان و یاران شورشگر آغاز می‌کنیم. سلام و درود به همه هموطنانی که در شب چهارشنبه سوری فراز دیگه ای از قیام سراسری رو به نمایش گذاشتن و شعله‌های قیام رو فروزان کردند. درود بر ایرانیان به پاخواسته‌ای که هر کجای دنیا که هستن شور و امید و رزماوری رو ترویج میکنن و بهار باور و بهار اندیش و بهار آور هستند. نوروز آزادی و آبادی ایران زمین در راه و آرزوی مشترک همه ما آوردن شادی به دلها و لبخند بر لبهای شماست. با ما همراه باشید.第二响六寒虫，吓我一跳。这明明有个洞，我怎么就是进？ این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای قاتلی که همزمان با مسموم سازی دانش آموزان یه چنین شوی مسخره‌ای بازی کرد. اگر کسانی تو این کار دست دارن که لابد دست دارن کسانی بلا شک در به نحوی حتما کسانی دست دارن، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن. دستگاه‌های اطلاعاتی عظما هم گشتن و آخر به این نتیجه رسیدن که قاتل خود مقتوله. امروز توی مدرسه خودمون یکی از دانش آموزا اسپری فلفل و الکل آورده بود، میخواست که با هم قاطی کنه و به بچه بگه که آره مدرسه ما رو هم زدن و قراره که هممون رو بکشن و ترور کنن و همچین چیزایی. حالا من و یکی از دوستان متوجه شدیم، رفتیم به مدیریت خبر دادیم، حالا گرفتنش و بردنش آموزش پرورش. و خب هدفش این بود که توی یکی از گروه‌های تلگرامی بهش گفتن که آره بچه‌ها بیایید این کارو بکنید، اسپری فلفل و الکل و نمیدونم اسپریای مختلف رو با هم قاطی کنید، توی کلاس‌ها پخش کنید که فکر کنن که آره جمهوری اسلامی نمیخواد زن‌ها تحصیل کنن و این حرفا. و بهش گفتن که اگه این کارو بکنی ما 200 تومان بهتون میدیم. توی گروه تلگرام میگفتن. طبق معمول بساط اعترافگیری رو هم علم کردن و دانش آموزای 16-17 ساله رو عامل مسمومیت معرفی کردن. دنگ به عرفانه زدم که حالا بینم میتونه گازا رو اوکی کنه یا نه. عرفانه دوستمه. بعدش گفت که اوکیش میکنم فردا صبح بیا بردار. ساعت 6:30-7 روز دوشنبه با بابام رفتیم گازا رو برداشتیم. بعد از تهیه گاز این دانش آموزان با همراهی پدر یکی از آنها بچه‌های 7 مدرسه رو در شهر لار بدحال میکنند. بعدش رفتیم 2 تا تو مدرسه عدالت، تو مدرسه پیام زینب، زینعلی، مکتب زهرا، فاطمه زهرا، موسی کاظم و حالا مدرسه‌های دیگه زدیم. اما در نهایت این افراد یک هدف مشترک داشتن. مردم نسبت به نظام بدبین شن. بگه مثلا این گازایی که میزنه کار نظامه. آره. برای اینکه کسی به نظام ولایت بدبین نشه و همه از خوشبینی غش کنن، این کلیپ‌های چندشاور رو هم پخش کردن تو فضای مجازی. اگه من دارم با بی‌حجابیم به تو آسیب میزنم، تو هم حق داری یه کاری کنی که
خودت راحت شی دیگه. یعنی آسیبت از آزادی خودت دفاع کنی. آره ببین یه خانومی که با بی‌حجابیش داره یه آقا رو اذیت میکنه، پس هر اتفاقی هم براش بیفته حق اعتراض نداره دیگه. چون این هم میشه آزادی اون آقا. منظورشون از مردایی که میتونن از آزادیشون استفاده کنن همین آخوندای حروم لقمه. نون و پنیر و همدم، دختر خوب محترم، دختر خوب محترم، باید حواست باشه موتو وای 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 نبینه وای وای نامحرم. مشنگستان این هفته رو با اراجیف این آخوند رئیسی شروع میکنیم که مدت هاست همه دنبال اینن که ترجمهش کنن. نظام مسائل دستگاه‌های مختلف کشور باید شناخته بشه و برای این نظام مسائل حل مسئله و ارائه راهکارهای حل مسئله دانشمندان ما پیش قدم بشن. آخوند رئیسی یادش رفته که امام گوربه‌گوریش قبلا درباره دانشگاه و دانشمنداش اینطوری حرف زده بود. اساس از دانشگاه شروع میشه. دانشگاه بدترین مرکزی است برای اینکه ما را به تباهی بکشد. آخوند رئیسی در حالی داره این اراجیف رو به هم میبافه که وضعیت قیمت‌ها تو بازار اینطوریه. آقا گوجه سبز چنده؟ 150. گوجه سبز چنده برای؟ بسته 400. بسته 400. چند گرمه؟ کیلویی چند میشه؟ کیلویی نداره، کیلویی 6 میلیون بود. کیلویی 6 تومن؟ بسته درجه 1 کیلو 1,500,000 تومان. نه مغز تخم چلبوز کیلویی 3 میلیون تومان. مگه فوش نبود چلبوز؟ از اینجا به بعد دیگه فوش نیست. بادوم برزیلی کیلویی 1,700. حالا از خیابونای تهران بریم به آلمان و یه مقایسه ساده داشته باشیم. این دستمزد 2 ساعت کار یک کارگر ساختمانی تو آلمان بعد از حذف مالیات و بیمه و بازنشستگیه. کشوری که تا قبل از فروپاشی دیوار برلین شرایط زندگی نصف مردمش مثل ایران بود. امشب هم کلی مهمون داره که با لیست خرید داره میره فروشگاه. 2 کیلو سیب زمینی برمیداره. پیاز ارزان‌تر هم این پایین هست ولی ترجیح میده پیاز بیو برداره. یه دسته موز برمیداره، یه بسته ران مرغ، یه شیشه شامپاین هم برای مهموناش، یه بسته ماکارونی، 2 تا بچه هم تو مهمونا هست که برای اونا ماهی برمیداره، یه بسته 4 تایی استیک، 2 کیلو پرتقال، 1 کیلو کیوی، 1 کیلو هم سیب سبز برمیداره و اینم 1 جعبه شیرینی خامه‌ای. قلبش داره تون میزنه که یه وقت خریداش بیشتر از پولی که داره نشه. ولی خوشبختانه موفق شد با دستمزد 2 ساعتش همه اون خریدا رو انجام بده. اینجاست که حتی صدای چماقدارای عظما هم در میاد و پیچاشون شل میشه. لکن سوال اینه عزیزان، جناب آقای رئیسی، خود شما فرمودید که این دسته چیز قبل از انتخابات فرمودید که این اصلا به خارج ربطی نداره، به برجام ربطی نداره، قیمت خیار، گوجه، اینا همه تحریم ربطی نداره، اینا داخلیه. اینها دیدید عزیزم؟ نه قیمت خیار نه قیمت گوجه هیچ کدوم نتونستید تا حالا کنترل کنید و مردم ناراضی اند از این وضعیت. ریزش تو نظام ولایت به جایی رسیده که آخوندا برای روحیه دادن به بسیجی‌ها مجبورن از این قمپوزا در کنن و از این روزه ها بخونن. کمیت مسئولین وقتی همه دولت ما رو یه جا ترور کردن، صبح روز از نو روزی از نو، گنجشکه به فیله گفتش که محکم بگی خودتو میخوام برم. فیله گفته کی اومدی؟ کی اومدی؟ آره خیلی از اینا بدونن حکایتشون همینه، خودشون آسیب میبینن. گفت یکی بر سر شاخ و بن میبرید. حواسمون باشه این مملکت نخبه پرور، سلبریتی پرور به قول امروزی‌ها، که این جمله هم من دوست ندارم، چهره پروره. ایشالا به حق صاحب ولایت ما تو عرصه نوکری از این چهره‌های جدید جذاب پویایی که یه نمونه شران و این سن وایساده زیاد به چشم ببینیم. این هم یه راهکار مسخره سایبری‌های ولایت
برای تبلیغ کتلت سلیمانی. تو هفته گذشته اتفاقای افتاد که تو فضای مجازی یه چنین میکس هایی درست کردن. والله نماند اثر از آل سعودی. ساکت. بعضی از کاربرا هم حرفشون رو اینطوری زدن. جناب بزرگتره دستور دادن اطاعت هم شد، هم کفترین هم درباری هر جوری دوست داشتی من دفتر. این کارگزار مشنگ ولایت هم هنوز نمیدونه که بندرعباس بخشی از ایرانه و فکر میکنه بندرعباس یه کشور دیگه است. وسلا توی چینه، انشالله 31 روز طول میکشه از چین بیاد بندرعباس و تقریبا 20 روز هم طول میکشه از بندرعباس بیاد ایران و تقریبا 20 روز هم طول میکشه از بندرعباس بیاد ایران. مشنگستان این هفته رو با بچه شای به پایان میبریم که خودش دنبال سلطنت سلکتیوه، اما خودتون ببینید. یک اولتیماتوم برای شاهزادمون، پسر محمد رضا شامون، نوه رضا شامون، یه مدت مهلتی تعیین کنید. آقا بیا بگو کجایی؟ میگه گفتم که من دنبال جمهوریم. خب آقا دنبال جمهوری هستی که تو از پس یه سری آدمایی که شما انگوش کوچیکشون هم از نظر سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی نمیشی، میخوای چجوری بشی؟ به اسم پهلوی بری بشی؟ شاهزاده برای ما ها مثل درب مسجد میمونه، نمیتونیم بکنیمش بندازیمش دور، نمیتونیم عوضش کنیم و این گونه مسائل. ولی خب بعد دیگه این درم جیرجیرش زیاد شده دیگه، باید یه کاری بکنیم، باید با تمامی حضور زن چوب کارا و اینا تماس بگیریم اینو چیکار میتونیم بکنیم. در پایان توجه شما رو به چند تابلوی متفاوت جلب می‌کنیم که به شکل خلاقانه‌ای طراحی شدن. یکی از مشاغل ثابت و شناخته شده آخوندها در سالهای حاکمیتشون باد کردن بادکنکه. یکیشون بادکنک موشکی باد میکنه، یکیشون بادکنک اقتصادی و اون یکی هم بادکنک علمی. سرقفلی این بادکنک فروشی هم دست خود خامنه‌ای و رئیس جمهورش یعنی رئیسیه. حتما به خاطر دارین که آخوند رئیسی هنوز نیومده بود وعده ساخت 1 میلیون مسکن در سال رو داد، اما الان نه از مسکن خبری است و نه از بادکنکش و نه حتی از بادش. اما تا دلتون بخواد برای آخوند رئیسی و وعده های دروغینش جوک درست کردن و مسحکه خاص و عام شده. قطعه طنزی رو در همین رابطه با هم ببینیم. آقای رئیسی، اون وعده ساخت مسکن که داده بودید چی شد قربان؟ مسکن که تموم انشالله. پریزای برقش که نصب بشه مردم میتونن برن مستقر شن انشالله. بله، بعد پریزای برقش کی نصب میشه؟ به زودی زود انشالله. دیوار که تموم بشه کارش پریزا نصب میشه و دیگه کار کلن تموم میشه انشالله. دیوارا تموم نشده هنوز؟ دیوارا که باید تموم بشه، یعنی این بایدیه، ولی خب تیراهنا که زده بشه قطعا دیوارم چیده میشه انشالله. تیراهناش هم نزدن؟
آقا وقتی ستوناشو نزده باشن که نمیتونن تیراهن بزنن. ستوناشو کی میزنن بعد؟ ستونا که تموم انشالله. پی ساختمونو که بکنن دیگه ستون خودش آنگوزمان میشه انشالله. پیو هم نکندن؟ آقا من متوجه نمیشم اصلا. آخه پیو چرا نکندن؟ خب این دیگه به خاطر نابسامانیاییه که از دولت قبل باقی مونده. انشالله وام که داده بشه پی رو هم میکنن. وام چیه این وسط؟ وامو کی میخوام بدن آخه؟ والا وام یه موضوع استراتژیستیه. مردم اول باید بیان ثبت نام کنن، بعد شروع کنن ماهانه 5 میلیون بدن تا انشالله وام مورد نیاز این پروژه تأمین بشه. پول وام مردم باید بدن؟ آقا پروپاکانی نکن لطفاً. معلومه که پول وامو باید مردم بدن. ما اصلا نظاممون مردمیه، پشتمون به مردم گرمه، پامون رو حلقوم مردمه، دستمونم تو جیب مردمه. خدا برکت بده انشاءالله. نظامو با تحریم حسابی با بیلا کردن. اوز ما ریشش درازه توی فاز انقباضه، برگ تو دستش نمونده بازی رو بجور میبازه. دلاره خلاصه چند هزاره، حالا ای سعود نرخی سر به آسمون میذاره. رئیسی چه بی بخاره تو کار تناب داره، میدونه قیام تو راهه خیلی پدر دراره. ملا رو نفلاسه سلطان اختلاسه، از این که کله باشه این روزا در حراسه. دلاره خلاصه چند هزاره، حالا ای سعود نرخی سر به آسمون میذاره. جوش اومده خونش بسته شده دکونش، صدای جوش اومده خونش بسته شده دکونش. ملت میان سراغش این خط و این نشونش، با اسم سر نگونی میگیره زبونش. دلاره خلاصه چند هزاره، حالا ای سعود نرخی سر به آسمون میذاره. آخوندها در مواجهه با بحران‌های ریز و درشتشون ستاد مدیریت بحران تشکیل میدن، اما در عمل اون ستاد به ستاد تولید بحران تبدیل میشه. وقتی که یک مشت کارگزار مفخر و بی‌سواد و بی‌کفایت دور هم جمع میشن و دغدغه‌ای جز چپاول ندارن، معلومه که نتیجهش چی میشه. این همون کلاف سردرگم مدیریت در نظام ولایتی که هیچ وقت به جایی نمیرسه. بریم ببینیم که در فینیتو چگونه از پس حل بحران ها برمیاد. روزی روزگاری چاله‌ای در فینیتو بودندی که هرکس از کنار آن رد می شدندی داخل آن می‌افتادندی و ملت را حسابی زخم و زیلی کرده بودندی. اهالی فینیتو، این هم یکی دیگر از بلاهایی است که کت خدای دوز و اطرافیانش سر ما آوردند. فینیتو پر شده از این چاله چوله ها. ای بابا، بدبختی کم داشتیم این هم اضافه شد. حالا چه خاکی بر سرمان بریزی مندی؟ کت خدا جان، من یک راه حل دارم. بهترین کار این است که یک الاغ را کنار آن چاله همی ببندیم تا هر کس در چاله افتاد بتوانیم با الاغ او را سریع به مریضخانه ببریم تا این جنجال ها هم به پا نشوندی. آفرین! به این میگویند راه حل کت خدا پسند. ای بابا، این چه راه حل مشنگانه است؟ تو نظر بهتری داری؟ کت خدا تا این الاغ نفر را به مریضخانه برساند ملت در راه کلی اغتشاش می کنند. راه حل درست این است که یک مریضخانه جدید کنار همین چاله بسازیم تا به محض اینکه کسی در چاله افتاد سریع او را در مریضخانه بچپانیم.
آفرین. به این میگن راه حل که خداپسند. آخر این هم شد راه حل. همین جوری ما کسری بودجه داریم، حالا یک مریضخانه دیگر هم بسازیم. پس چه خاکی توی سرمان بریزیم؟ بهترین کار این است که این چاله را همی پر کنیم و برویم یک چاله جدید در نزدیکی همان مریضخانه بسازیمندی. آفرین. به این میگن راه حل که خداپسند. خاک بر سر همتون با این راه حل هاتون. پس چیکار کنیم که خدا؟ هیچی، طرح صیانت از فضای مجازی را تصویب کنید که اینترنت بسته شود تا هر کس در چاله افتاد کسی اصلا خبردار نشود. کار از این طرحها گذشته می باشندی. اهالی برای خودت چاله‌ای کندندی که 10 تا مثل قالقال هم نمیتونن درت بیارندی. درسته که آخوندها صنعت و تولید و اقتصاد ایران رو با خاک یکسان کردن، اما در زمینه صنعت دروغ پردازی به تولید انبوه رسیدن. این صنعت خودش رو به اشکال مختلف نشون میده که یکی از اونها فیلم بافی و سریال سازی های مسخره است. کلی خرج میکنن و بودجه اختصاص میدن، اما النهایه فیلمی که بافته میشه فقط یک کاربرد داره و اون هم سوژه شدن توسط طنز پردازان پیک شادیه. بخش بعدی برنامه‌مون معرفی فیلمه که اجازه بدید بدون توضیح بیشتر اون رو با هم ببینیم. به دنبال رخنه‌های امنیتی در نظام ولایت و آبکش شدن جسم ناقص مقام عظما، سینمای حوزوی مأموریت یافت تا اقدام به ساختن یک فیلم مهیج به نام چشم سوم بکنه. در سکانس اول با یکی از دشمنان نظام مواجه میشیم که هم خطرناکه و هم عینک قرمز داره و از مرزهای غربی وارد کشور میشه تا به اغتشاشگران سلاح برسونه. کارگردان در همون سکانس اول قلب بیننده رو به سمت دهانش هدایت میکنه و با الهام از جمله معروف امام راحل دشمنانی رو نشون میده که خودشون رو میکشن. من مسافرم. مگه اینجا فرودگاهه؟ نه، ترمیناله. فروختتمون. چیکار داری میکنی؟ بهتره از اومدن من یه نفر با خبر باشه تا 3 نفر. به موازات این سکانس یکی از سرتنگ‌های نیروی انتظامی رو می‌بینیم که از طریق سناریست این فیلم به مقاصد شوم دشمنان نظام پی برده و به سربازان گمنام عظما دستور میده که برای بتونه کاری منافذ نظام بسیج بشن و از رخنه به جسم ناقص عظما جلوگیری کنن. دوستان دقت کنید. مدتی چند تا محموله اسلحه داره وارد تهران میشه. از طرفی خبر دادن یه سرشبکه وارد ایران شده. هنوز ربط این دوتا رو به هم نمیدونیم، اما چیزی که معلومه از این به بعد فعلا همه آماده باش و وضعیت قرمزه. یعنی واقعا نمیدونیم اومدن یا نه؟ نه، ما حتی نمیدونیم وارد تهران شده یا نه. بعد از ابلاغ فرمان با شخصیت اصلی فیلم آشنا میشیم، سرگردی خوشتیپ مک‌کوین که همه جیمز باندهای تاریخ سینما رو در جیب بغلش گذاشته و میگن تام کروز بعد از دیدن راه رفتن اون در سکانس اول سینما رو بوسید و لب تاقچه گذاشت. سلام. کارگردان در سکانس بعدی آدرنالین خون تماشاگرها رو به قلیان در میاره و در یک سکانس تعقیب و گریز قهرمان دوغکی این فیلم رو پهن زمین میکنه.
کار میکنی بابا؟ چه خبرته؟ در سکانس بعدی معلوم میشه اون یارو دوچرخه سوار خودش از دشمنان نظام بوده و تام کروز ولایت مدار داستان هویت اون رو کشف میکنه. این هم اکس منو چه؟ میگه که شاهین هم مثل همه دنبال کار بوده و اینا. چیزی شده رئیس؟ آدرسش چطور؟ اینم تو تیمشونه. این همونی که با دوچرخه زد به من که به شاهین نرسم. دارم. بله اینجاست که متوجه میشیم چرا کارگردان اسم فیلمش رو چشم سوم گذاشته. این چشم سوم در واقع چشم باباقوری مقام عظماست که از پس کله شخصیت اصلی بیرون میزنه و همین یه عکس از اون دوچرخه سوار کافیه تا محل دشمنان نظام کشف بشه و سربازان گمنام برن براش. آماده باشیم میخوایم بریم تو. مگه نگفتم شلیک نکنی؟ چی شد؟ باشه بکشین عقب شلیکم نکنه. در سکانس بعدی کارگردان میاد ابروی چهارم عظما رو درست کنه، میزنه چشم سوم رو هم کور میکنه. تازه معلوم میشه که همه این ترقه بازی ها کشکی بوده و دشمنان نظام خودشون محلشون رو منفجر کردن تا ردشون رو کور کنن و سربازان گمنام ولایت رو به مکیدن سماق وادار کنن. خب آیون چه خبر؟ حالا چی گیرمون اومد؟ رئیس اینجا رو از بیرون زدن. کنترل از راه دور بوده. پس فقط چند تا جنازه رو دستمون مونده. یعنی کل عملیات کشک. خیلی بهشون نزدیک شده بودیم. برای همین زدن آدماشون از بین بردن. خب فایدهش چی بود؟ الان سرنقه چیه؟ رئیس چیزی که الان رو مخمه اینه که اینا چجوری فهمیدن ما قراره بیایم اینجا. شاید تو خودمون آدم دارن. آقا عجب اوضاع زاگاریتیه. اینا قرار بود راههای نفوذ به جسم ناقص عظما رو گل بگیرن، اما معلوم شد الان تو خودشون هم نفوذ صورت گرفته. اینجاست که پلیس خوشتیپ مک‌کوین از کوره در میره و به دستیار خودش شک میکنه و میره تا فکشو بیاره پایین. چی شد حمید خان؟ بیا حمید نام سرگرد از شما بعیده. بیا حمید بیا عقب. درست در شرایطی که سربازان گمنام ولایت دارن استخون همدیگر رو میجون، دشمنان نظام با خیال راحت تو همین تهران خودمون مشغول درست کردن بمب هستن. عظما جون قربون عمت بری با این اقتدار امنیتیت. تازه اینکه چیزی نیست، دشمنان نظام نه تنها سربازان گمنام رو به جون هم انداختن و خودشون در حال بمبسازی هستن، بلکه تو ماشین آقا پلیس هم ردیاب گذاشتن و اقصا نقاط جسم ناقص عظما رو غبار روبی کردن.
میگن وقتی فیلم به اینجا میرسه عظما میفهمه که سناریست و کارگردان این فیلم هم خودشون جزء عوامل نفوذی هستن و هدفشون از ساختن این فیلم زدن پنبه اقتدار ولایت بوده. به همین خاطر مقام عظمای ولایت با حکم حکومتی دستور میده که سر و ته سناریو رو هم بیارن و بمب رو خنثی کنن. حالا چطوری؟ هیچی، همینطوری دوغکی. پاشو وایسا. بله، از این لحظه یک شمارش معکوس نفسگیر آغاز میشه. 50 ثانیه دیگه بمب منفجر میشه. اما این پلیس مشنگ نیم ساعت تو راهروهای استادیوم یورتمه میره. ما فکر میکردیم این فقط بازیگری بلد نیست، نگو دویدن هم بلد نیست. بابا اون بمب مگه بچه گربه دستت گرفتی؟ ته خط معلوم میشه دشمنان نظام سربازان ولایت رو سر کار گذاشتن، چون بمب بعد از نیم ساعت منفجر نمیشه. پلیس هم مجبور میشه اون رو بندازه تو ماشین زباله‌دونی. در نمای پایانی پلیس شاسکول رو میبینیم که با حالت درمانده و تو سری خورده پهن زمین میشه. به عقیده منتقدین این صحنه نمادی از وضعیت مقام عظماست که تک و تنها و سرگردان نشسته و سرش گیج میره. به این ترتیب فیلمی که قرار بود درس‌های عبای ولایت رو بدوزه، خودش میزنه عبا و قبا و جسم ناقص مقام عظما رو جر و واجر میکنه و اسباب خنده دشمنان نظام میشه. تا معرفی فیلم بعدی، خدا نگهدار شما. یاد امام حیلا دلو میکنه پخش و بلا، دلو میکنه پخش و بلا، دلو میکنه پخش و بلا. یاد امام حیلا دلو میکنه پخش و بلا، دلو میکنه پخش و بلا. چی میگه؟ میگه فشلم شور کلم آخ خلم من گاگولم الهی هیچ الاغکی توی گلا جا نمونه، توی
دلا نمونه دومم جدا شد که بابات ذلیل برجام نمونه ذلیل برجام نمونه عظما با این ناز و ادا این همه دلا نمونه این همه دلا نمونه آد امام ایولا دلو میکنه پخش و بلا دلو میکنه پخش و بلا دلو میکنه پخش و بلا اوزی جون رفتی فنا چه پاره شد چه پاره شد عبا تو باش قاسمتم کتلت و محسنتم املت بانون لوا آخر دزدانی به خدا شاسکول عظمایی به خدا شاسکول عظمایی به خدا اما میونه مولاها سید علی بیشتر از همه گرفته بوی قابله تو خیابون بلبله بود کف کوچه زلزله بود تو پوتانکو فشفشه بود ولی فقیه خامنه‌ای سناخته بود ولی فقیه خامنه‌ای سناخته بود ولی فقیه خامنه‌ای سناخته بود. سالی که گذشت سالی پرفراز و نشیب برای مردم ایران بود. سالی با روزهای تلخ و شیرین. سال اوجگیری قیام سراسری و سال جانفشانی جوانهای قیام آفرین. سال شکوفایی کانونهای شورشی و سال ضربه‌های سخت و سهمگین به پیکره رژیم آخوندی. با این امید که سال جدید سال هرچه فروزانتر شدن قیام و پیروزی‌های درخشان برای مردم ایران باشه، از همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. همیشه بخند و سر و ببر از دلا دوباره بلند شو امید و ببر از کجا با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا از شب غم تا سحر